وایسا میخوام با در بطری آب معدنی برات یه چیز خوشگل ببافم. تو هم وایسا که خوشت میاد. 2 تا از این حلقه های دور نوشابه یا دور این بطری آب معدنی رو بیار. قلاب و نخت هم بیار که میخوایم ببافیمش. مثل من اما اولیشو بافتم با پای کوتاه، دومیشو با هم دیگه میبافیم. با این نخ مکرومه تک سوزانه استفاده میکنم. از وسط حلقه نخ در میارم و 2 تا دورش رو با پای کوتاه پر میکنم، درست مثل حلقه قبلی. همه رو با پای کوتاه معمولی میبافم. فقط سعی میکنم یه ذره نزدیک به هم و کیپ باشه که این رنگ حلقه مشخص نباشه. 2 تا دورش رو با پای کوتاه پر میکنیم، با هم دیگه ببافیم و پر که شد برگردیم. وقتی به این حد رسید و دیگه هیچ رنگی از زیرش مشخص نبود، با یه بست اول و آخر رج رو به هم دیگه اتصال میدم بدون اینکه نخ رو قطع بکنم. اینجا دیگه 2 تا شبیه همه. بدون اینکه نخ رو قطع بکنم شروع میکنم به زنجیره زدن. تعداد زنجیره ها خیلی مهم نیست، فقط تنها چیزی که مهمه ارتفاع کیفی که میخواین باشه. من الان کیف 5 سانتی میخوام، 2 برابرش زنجیره میزنم، یعنی ارتفاعی که میخوام رو ضرب در 2 میکنم. وقتی زنجیره ها رو زدم و به تعداد دلخواه هم رسید بدون اینکه تعدادش در نظر داشته باشم، حلقه قبلی رو که بافته بودم و میارم و به هم دیگه اتصالشون میدم. حالا تنها چیزی که خیلی مهمه، با اینکه زنجیره ها مهم نبود، تو رج اول تک به تک پایه هایی که میبافین رو شمارشش رو داشته باشین، به خاطر اینکه رج های بعدی کم و زیاد نشه، آمارش رو داشته باشین. وقتی این طرف هم روی همه زنجیره ها بافتیم و به این سر حلقه رسیدین، اونی که داخلش بافتیم نه کناریش یه دونه بست میزنیم بدون زنجیره زدن و بدون هیچ حرکت اضافه‌ای. بافت رو میچرخونیم و ببینید اینجوری که 2 تا لپ گندمی رو نمیگیریم. این 2 تا لپ گندمی که هستش اصلا اینو نمیگیریم و یکی از لپ ها، لپ پشتی یا بکلوب رو میگیریم و کل بافت رو از بکلوب انجام میدیم. ببینید دقیقاً از همینجا پای کوتاه از پای لپ پشتی دونه هامون کل بافت به همین شکل هستش. کلا این بافت رو میبافیم تا انتهای زنجیره ها یا انتهای پای کوتاه هایی که رج قبل بافتیم، دقیقاً با همین شکل، بدون اینکه تغییر بدیم، بدون اینکه قلاب رو یا نخ رو تغییر بدیم که بافتمون از یک دستی در بیاد. تمام این کار رو انجام میدیم و میرسیم دوباره به این سمت و دوباره اون جایی که پایه داشتیم نه پایه کناریش، دوباره قلاب رو رد میکنیم، نخ در میاریم و پایه بست میزنیم نه پایه کوتاه. وقتی پایه بست زدیم دوباره بافت رو میچرخونیم و مجددا از بکلوب یا از همون لپ پشتی بافتمون رو شروع میکنیم. حالا بافتمون رو تا کجا ادامه میدیم؟ ببینید ارتفاعی که داریم خب 2 برابره، ولی حالا برای پهناش به اندازه‌ای که میخوایم هی نگاه میکنیم، چک میکنیم تا اون قدری بشه که دوست داریم. من الان این حجم رو دوستش داشتم و فکر نمی کنم دیگه نیاز باشه بیشتر ببافم. وقتی از حجمی که داره راضیم، دیگه بدون اینکه دوباره کاتش بکنم روی هم میچرخونمشون، به هم نزدیکشون میکنم و از هر سمت یک طرف دونه هام رو میگیرم، از هر گندمی یک دونش رو میگیرم و با پایه بست به هم دیگه اتصالشون میدم. وقتی نگاه بکنید دقیقاً از هر 2 سمت فقط یک طرف گندمی رو میگیرم و نخ در میارم و پایه بست میزنم. چون میخوام شکلش رو حفظ بکنه دیگه با پایه کوتاه یا متوسط یا بلند نمیبافم، فقط با پایه بست و یه دونه از گندمی ها. این کار رو برای 2 طرفش هم انجام میدیم و برای حجم دادن به کیفمون از یه ذره لایکو یا یه ذره حالا پارچه چیزی میتونیم داخلش استفاده بکنیم، یا اگه برای هنسفری و اینا هم باشه که دیگه نیاز به هیچ چیزی نداره. حالا دقیقاً با همین دقت انجام میدیم تا انتهای کارمون. اون سمت کارمون رو همینطوری به هم دیگه متصل میکنیم و در نهایت بافت نخ رو که کات کردیم سرش رو حتما فندک بزنید اگه با مکرمه میبافین، چون ببینید اینجا وقتی نخ رو کات میکنین چون پلی استر هستش ممکنه شکافته بشه. بعد از اینکه نخ رو کات کردین حتما سر نختون رو فندک بگیریم و داخل کار
مخفیش بکنین. 2 طرف کار رو به همین صورت ببافید و داخلش رو هم با الیاف پر بکنید. خیلی کار شیکیه، به عنوان جاک کلیدی، به عنوان آویز کیف، به عنوان هدیه کوچولو خیلی شیک و کاربردی هست. دوست دارم ببافید و برام عکساتون رو بفرستین ببینم چه میکنه.